حضرت دوست که هرچه داریم از اوست و سلامم با گرمی دستای تو دوست روبروست. بگو که عاشقی تا سلامت کنم، تمام هستیم را یک جا به نامت کنم. گفتم که زندگی گفت زندگی جاده رهگذر است. گفتم که زندگی چیست؟ گفت زندگی جاده رهگذر است. گفتم پس رهگذر کیست؟ گفت من تو ما همه رهگذریم که در این راه میگذریم. گفتم پس با غم دنیا باید چه کرد؟ گفت باید بخندیم و بخندیم و بخندیم به افتخار خوده بغل دستی دستا خیلی شده دستا. اجازه میخوام که من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت همه سروران عزیز، خانواده‌های محترم، مدیریت محترم عامل، هیئت همراه و شما خوبان و نازنینان که زحمت کشیدید، قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید. بسیار خرسندم. امیدوارم که بتونم شب خوب و مهیجی رو براتون ایجاد کنم. انشالله که تو زندگیتون هیچ گونه کسالتی نداشته باشید و همیشه گفتم الانم میگم غنی از محبت و تهی از غم باشید. الهی آمین. به افتخار خودت، بغل دستید، خانواده‌ات، دستای قشنگتون رو بزنید. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیه و پایانش با ولادت امام رضا علیه السلام و روز دختر رو هم هست. من تبریک میگم به همه دختران ایران زمین، خصوصا دختران که اینجا هستن توی مجموعه هستن. تبریک میگم به افتخار اونها هم یه دست خوشگل. این دست خوشگله ها، اینجوری دست بزنید دعا میکنم امشب خونتون رو دوست بزنید. ماشاءالله. سرپرستان مهندسان نمیشنوم. دست‌هایی که روزها در تلاشند و برای آرامش شب‌ها در تکاپویند برای آسایش فرد. مبارک باد هر روز تاریخ، مبارک باد هر روز تاریخ به نامت. روز جهانی کار و کارگر رو به تمام کارکنان ایران زمین، خصوصا کارکنان جامعه الامام صادق تبریک عرض میکنم. خانم آقایون دست ها. همچنین جا داره روز معلم هم به معلمان خودم و استادان خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای معلم هم یه دست خوشگل بزنید. در خدمت شما هستم با اجرای مسابقه. از بین شما عزیزان سروران انتخاب میکنم اونایی که دوست دارن تو مسابقه ما شرکت کنن. جایزه هاشم تو جیب منه. من از استاد بهاری و مهندس بهاری گرفتم، تو جیب منه. اونایی که میخوان شرکت کنن دستا بالا. اگر دستا رو نبریم بالا من مجبورم اسم ببرم. آقا لشکری شما بیا. آقای شکیبا شما بیا. شادومات شما بیا. 4 نفر. نمیخواین دست بزنیم برای دوستامون همکارامون؟ دستاتون شله، به خدا دستاتون شله. سلام، خیلی خوش اومدید. روزتون مبارک باشه. خودتون رو معرفی کنید، کدوم واحد کار میکنید، چند تا سابقه دارید. در خدمت شما.
آقا میکروفون نظام داری؟ خدا ضمن عرض سلام خدمت دوستان. امروز به همه دوستان تبریک عرض می‌کنم. حجت بهشتی واحد بافندگی 16 است. حجت رو تشویق کنید. شما خودتون رو معرفی کنید. کدوم واحد هستید؟ ابوالفضل رضایی هستم، واحد بافندگی 9 سال. به افتخارشون آقا. شما قربان. به نام خدا احسان شکیبا، واحد انبار پارچه 5 سال. به به دست بزنید. به نام خالق عزیز محمد لشکری هستم، خدمات نقلیه. به افتخار محمد آقا هم دست بزنید. آقا محمد شیرین کاری هم بلدی شما بکنی؟ من نمیدونم چرا میخندید شما. آقا شیرین کاری هم بلدید بکنی شما. فضای جشن ما از مهندس همه مجوز گرفتید. خب بلد نیستی؟ پس ما به مسابقه ما دابسمشه. دابسمش تا باید انجام دادید؟ آهنگ پلی میکنید؟ اصلا تخصصش دابسمشه. چشماشه نگاه. شما بگو، شما شروع کن، حالا ببین. شما شروع کن، اجرا کنید. من ترانه رو به شما میدم، موزیکش پخش میشه، شما علی آقا ببخشید، من میگم یک خواننده ای رو انتخاب بکنیم که هم خودش به قول من رو علاقه داره، هم یه جوری اصلا شبیهشه. مگه ایشون خواننده؟ بله. پس میتونی برام الان بخونی؟ حاضری؟ خودت بخوای بخونی؟ اول میخواد خودش بخونه، کم بخونی یا خواهش ما نوکرده. آقا مجاز بخونی ها، کارتمون رو بر نداره. سرپرستت هم اجازه بده بخون. آقا خیلی آبادی اجازه شدیدی؟ بخون. اینو تقدیم میکنم به افتخار همه پدرها، مادر عزیزم که جای بود. پدر یعنی گرمی ای خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق چشمانی، پدر یعنی قلب بارانی، هزاران چشم پشت لبخندم، چه کار کردی با قلب فرزندم. محمد جان عشق ما رو در آوردی محمد جان. دست بزنی؟ ماشاءالله. حالا با حجت شروع کنیم. ها خودشه. اولین آهنگ پلی کن. حالا میگی برای چرا میگم خودشه، برای همون میگه یه دقیقه وایسا. برو آقا. یا ماشاءالله. پروانه عاشق و در بدرم توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم برم راز دلم، بسی دل مردی هستم دل برو راز دلم. آقا یکی این رو که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم ماش بسه ما نوکر. بدون موزیک بخوای بخون؟ خب فقط موزیک. جان شبیه بهنام هم هست. گفتم که سب کنم بهتام بگم یعنی چی. خب آقا ایشون یک طرف حالا ببخشید ازم ما غلط کردم. نه شبانه بعدی نه لب بزن خودم خواستی بخون. لب بزن هر کار میخوایی آقا چرا عوض کردین شما؟ فقط 200,000 تا مفتی از ما نگیر. آقا چرا عوض کردین شما؟ برو آقا پلی کن. اینقدر آسونه، خیلی آسون، اینقدر آسونه. نگفتم آسونه؟ جا ادا خودشه. همایون شجریان از یاد گرفته. ماشاءالله دست
بزنیم. باریکلا. خانومت هم اینجا یا آقا یه چیز؟ خب همون یه بعضیشو قهر میدیم. بذار من اینو بگم. آقا ابوالفضل خانومش هم از بچه‌های کجاست؟ خانوم رو به افتخار عروسی‌مون تازه ازدواج کرد. خانوماله دیگه‌مون هم تو عقد. خانومت خودت کدوم قسمته؟ قسمت برش. اسمامیلش هم بگو. خانم مهدی زاده. به افتخارش. شما فامیل خانومت رو بگو. به افتخار خانم شفق. هرچی تونستی قهر بدی امشب بدی. آقا موزیک سوم پخش کن، خواننده میخواد بچرخونه. این باب ابوالفضل رضاییه. دست ماشاءالله. بیا آقای برای تو گذاشتم ها. آقا این خودش دره نمیخواد تو بهش یاد بدی. اما چهارمین آهنگ است محسن چاوشی. آقا بله حاضری؟ این خودش حرفه‌ایه اصلا. بگو نگاه چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر ای شیر جوش در را جان پدر برقصا آمد جهان جانها ای شاختر برقصا ای شاختر برقصا ماشاءالله. جان پدر برقصا جان پدر برقصا اصلا در بریدی جان زن برقصا جان پدر برقصا خوش خبر برقصا. به افتخار آقا محمد هم دست بزنید. حالا میریم نقش مهم. من هر کدومو که اشاره کردم شما با صدای دستاتون میگید کی برنده است. آقا حجت. ماشاءالله. باریکلا. آقا محمد. آقا ابوالفضل. آقا احسان. خیلی سخت شد. بین احسان و حجت یه بار دیگه بریم. آقا احسان. آقا حجت. همون مهندس چیکار کنیم؟ به همه جایزه بدیم؟ آقا بدیم؟ به افتخارشون و کرم خانم مهندس دست بزنیم. آقا مفتون باشه مبلغ ناقابلیه بنده به نیابت از خانم مهندس تقدیم کارتو کنترل کنی نیو مطمئنی؟ کارتاتون اینجاست. کارتاشون تو جیب من افتاده. افتخارتون تشکر میکنیم از شما. خیلی ممنون. سلام رنجه.